سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و هر جای دنیا که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید شاد و سرزنده و سالم باشید. این ویدیو جزو ویدیوهایی که خودم خیلی دوستش دارم چون جای یک کوچولو قدیمیه. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید و از دیدنش لذت ببرید. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. مرکز شهر لندن، خیابون مریلیبون هست، جایی که لندمارک هتل همونطور که پشت من میبینید وجود داره. حالا من چرا امروز اومدم اینجا؟ تصمیم گرفتم بیام ازشون بپرسم، بیام ببینم که هزینه یک مجلس عروسی برای دو گل نوشکفته چقدر در میاد و چه سرویسایی به ما میدن برای اون شب. حالا من تخمین زدم که یه شبم بخوان عروس داماد از قبل بمونن هتل. برای خودم خیلی جالب بود که ببینم چطوریه. امیدوارم برای شما هم جالب باشه این ویدیو. پس با ما همراه باشید. آقا ساختمون به این عظمت یه تاریخی داره. یه من اینو بگم بعد بریم تو. مهسا این تاریخ اینجا رو بگم. این هتل در نخست یکی از هتل‌های راهن دوران ویکتوریای لندن به نام هتل گریت سنترال بود. نخستین بار سر ادوارد واتکین از راهن بزرگ مرکزی پیشنهاد شد که ایستگاه مریلیبون رو که قرار بود هتل هم داشته باشه برای مرکز راهن بین‌المللی بسازه. پس از اینکه مرکز خط آهن بزرگ با مشکلات مالی روبرو شد، زمین هتل فروخته شد به سر جان بلوندل میپل از شرکت مبلمان میپلز که ایشون هتل خودش رو ساخت و با اتاق‌هایی به قیمت 3 و 6 پنس در سال 1899 گشایش پیدا کرد. اتاقای لندمارک در یک حیاط بزرگ طراحی شده که نور و هوا رو به تمام اتاقا میده. این کار در زمان خودش بسیار خلاقانه و نو بوده. این طرح ساختمان بد نیست بدونید که معمار این هتل باشکوه یک کلونل بوده، سر رابرت ویلیام ادیس، یک نظامی خوش‌ذوق و خلاق. لندمارک با یک ورودی بیمانند با سقف شیشه‌ای بلند و پیرامون گلکاری شده بیش از یک قرن پیش مهمانان را شگفت زده می‌کرده. تازه یه برتری خوبی هم داشته که مهمانان میتونستن با اسب یا کالسکه به حیاط سقف شیشه‌ای بیان تا هم حریم شخصی داشته باشن و هم از باد و بارون در امان بمونن. لندمارک علاوه بر زیبایی تاریخ غرور بخشی داره. برای نمونه جشن گشایش هتل با حضور خانواده سلطنتی همراه بوده و اینکه یک بار میزبان یک رویداد خیریه بزرگ برای بیمارستان سنت مری بوده، درست زمانی که آقای الکساندر فلمینگ پنیسیلین رو کشف میکنه. اینجا خیریه میذارن که پول جمع کنن برای توسعه و گسترشش. البته که دوران تاریکی هم داشته. مثلا با کاهش ترافیک راهن به دلیل پیدایش خودروهای موتوری، هتل‌های راهن لندن جزو آسیب پذیرترین ها شدن. چرا؟ چون تو محله‌های گرونی نبودن و همه درآمدشون از مسافران راهن بود. گریت سنترال که نام قبلی همین لندمارک خودمون بوده، یه دوره 40 ساله از ریخت هتل خارج میشه. با آغاز جنگ جهانی دوم یه نقاهتگاه میشه برای سربازان و زخمی‌ها و سالها پس از اون به عنوان ساختمان اداری نظامی و همچنین مقر هیئت راهن بریتانیا ادامه به کار میده. کارکنان راهن از گرند هتل به عنوان کرملین یاد میکنن. این هتل با شکوه در سال 1993 بازگشایی میشه که امروز مهسا خانم اومده ببینه داستان از چه قراره. بقیه‌اش با شما و مهسا. که دیگه از درای این هتل هستش که در پشتیه توی کوچه است ولی در اصلش همونه. این جنتلمن هم میگه های هلو thank you so much. خب اینجا 2 تا رسپشن وجود داره. من اول میرم با این قسمت صحبت میکنم ببینم که باید چیکار کنیم چیکار نکنیم، بعد دوباره برمیگردم میشه شما. من الان اینجا وایسادم، رفتش که چک کنه ببینه که برای قسمت عروسی که میخوان نشون بدن کیو میتونه بگه بیاد، چون ما در واقع بوک نکرده بودیم. حالا من منتظرم تو رسپشن ببینم که این خانم هتلش هم نمیخواست تو فیلم باشه، به خاطر همین شما تو فیلم نمیبینیدش.
میرم قسمت آسانسور است. خیلی جالب و بامزن و خیلی قدیمی هن و من واقعا تازه میفهمم که یعنی مدل و استایلی قشنگ یه چیز قدیمی. بعد نگاه کنید زنگ میزنه. من الان با قسمت رسپشنشون صحبت کردم. این آقایی که کنار منه مسئول قسمت ودینگه، قسمت عروسی‌ها، که مثلا شما که میان بهتون نشون بده چیا دارن، سالن خود عروسی رو بهتون نشون بده، سالن غذاخوری رو بهتون نشون بده. الان ایشون رو به من معرفی کردن. ایشون اومدن. Hi. Hello. How are you today? Good, thank you so much. Yeah. How are Welcome to you? Landmark. Thank you so much. Beautiful. Yes, it is. Could you please introduce yourself for Absolutely, our no people? problem at all. So I'm Hugo. I'm currently my sales manager at the Landmark. I've been working here for almost 1 year and a half. So such a great property, very good clients as well. So which is great, yes. اوکی، حالا من الان با ما همراه باشید که بریم این دور و بر رو به ما نشون بده و ببینیم چطوریه دیگه. خیلی جای خوشگلیه. Okay. Well, welcome to Landmark. Ah, This it's is beautiful. our main entrance where you just came here. Back in the time, so our building was built in 1899, and back in the time, all of the horses and carriages used to come from that door. So just in front of you, you have the Winter Garden, which is a main restaurant Okay. for breakfast, lunch, afternoon tea, and dinner. And on top of that, we just launched our champagne bar, which is our brand new F&B concept. Okay. آقا هیگو مدل خودش توضیح میده، من براتون مدل خودمون توضیح میدم که چی به چیه. محسا درباره خوراک ازش پرسید، گفت مدیترانه‌ای داریم و بریتیش. فکر گیاهخواران و وگان ها و مسلمین هم کردیم، یعنی غذا حلال هم داریم. Thank you. What about اینجا photoshoot? درباره فوتوشوت ازش پرسید که کجا میشه عکس گرفت. گفت اتفاقا دست بر غذا همینجا رو پله. بعد بیا بالاتر، کتش هم بنده خدا بدتنگه واسش. حالا از این بالا میتونی وایسی منظره اون ور داری کل باغه، باغ زمستونی که در تصویر مشاهده میشه به زیبایی. So on the day of your wedding, on the night, you'll be able to have a complete... دنبال هیگو را افتادیم بریم ببینیم چه خبره. همجوری ما رو چرخوند و برامون توضیح میداد که آقا شب قبل از عروسی یه اتاق بهتون میدیم اینجا مهمان ما باشید، هستن بیان عروسی‌ها شب قبل اینجا بمونن. توضیح داد بهمون تا رسیدیم به سالنش. Well, quite flexible. We provide the stage. اینجا یکی از اتاقایی که توش جشن میگیرن. هم از بالای اتاق ورودی داره هم از پایین. استیج و پیست رقص هم خودشون رایگان در اختیار عروس‌دومات میذارن. هر چیز اضافه دیگه هم که بخوایم میتونیم از بیرون بیاریم یا بگیم برامون بیارن. پذیرایی و رفت آمد هم از این دو در انجام میشه. 3 بخش شام سرو میشه، پیش خوراک، خوراک اصل کاری و دسر، چای، قهوه، آب میوه هم سرو میکنن. نوشیدنی الکلی هم دست خود صاحب مجلس رو میبوسه. Different things that we can... تو راهرو به حیاط طبقه دوم هم یه سری مغازه داره برای عروس و دوماد، مهمونا، مشتریا، اگه کسی واسه کسی میخواد کادویی بخره، چش روشنی بگیره، چیزی بگیره، خلاصه دست خالی نمونه. با هیگو اومدیم زیر سقف شیشه‌ای نشستیم تا برامون از هزینه بگه. هیگو گفت با همه مواردی که توضیح دادم و با توجه به شمار مهمانان که 60 تن باشه 15,000 پوند هزینه یک شب عروسی در لندمارک میشه. حالا دیگه خودتون میدونید. Thank you so much Thank for you your very much, time. and Thank we you. look forward to welcome you as well at the Landmark. Thank you. Thank you very much. so much. Thank you. Bye. Have a lovely Bye-bye. day. سال 2014 اینطور که این آقای میگفت چند تا جایزه برده به خاطر اینکه یکی از هیستوریکال ترین هتل‌های شهر لندن شده. خیلی خفن و جذابه. میگم یه حالتی بین مدرن و کلاسیک داره به نظر من، یعنی نه خیلی مدرن نه خیلی کلاسیک، حالتی که خیلی جالبه. این از ویدیو امروز، امیدوارم که حالش رو برده باشین و مفید بوده براتون.